سلام خدمت همراهای عزیز ویزامن. همونطور که میدونید آیفون 17 چند روزیه که رونمایی شده و از 2 روز پیش توی استرالیا فروش شروع شده. منم امروز اومدم اپل استور براتون فیلم بگیرم تا یه مقایسه کلی داشته باشیم که خرید گوشی که یه کار خیلی ساده است ببینیم که توی کشور پیشرفته چه تفاوتی داره با شرایطی که ما تجربه می‌کردیم. همونطور که دارید میبینید گوشی توی رنگ‌ها و مدل‌های مختلف در دسترس همه وجود داره. همه میتونن بیان تست کنن، لمس کنن از نظر وزن، کیفیت دوربین، رنگ‌های مختلف، آپشن‌های مختلف، رابط کاربریش رو چک کنن که اصلا چطوریه. میتونید قیمت رو با آپشن‌های مختلف چک کنید. یه موضوع دیگه‌ای که مهمه اینه که همونطور که دارید میبینید اپل تکنیکال اکسپرت ها خیلی زیاد توی استورها وجود دارن تا شما رو راهنمایی کنن، همه خدماتی که لازمه رو بهتون بدن. از تفاوت‌های دیگه میتونیم به مواردی مثل گارانتی 1 ساله رایگان اشاره کنیم که باز میتونید اپل کیر رو اضافه خریداری کنید و این بیمه رو تا 2 یا 3 سال هم افزایش بدید. نصب و راه اندازی رایگان خدماتی مثل اپل آیدی و کلاود و انتقال داده ها از گوشه‌های قدیمیتون، نصب اپلیکیشن ها، اینا همه به صورت رایگان براتون انجام میشه که خب برای ماها که همیشه مشکل وقت داریم و برای خود من یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا تعویض گوشی به خاطر این مسائل خب خیلی ارزشمنده. ایتم جذاب دیگه اینه که شما وقتی گوشی رو می‌خرید تا 14 روز ریترن رایگان دارید که اگه دوستش نداشتید میتونید بیارید و برش گردونید. همونطور که دارید توی این میزای وسط می‌بینید اینجا معمولاً همیشه ورکشاپ‌های رایگان برگزار میشه. کارهایی مثل عکاسی، طراحی، استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف اینا رو یاد میدن. اون طرف فروشگاه هم که دارید می‌بینید شلوغه، اونجا دارن اکسسوریای آیفون 17 رو میفروشن که خب تینیجرها خیلی علاقه‌مندن و همه جمع شدن. یکی از آپشن‌های جذاب دیگه خرید این گوشی‌ها با پلنه که میتونید تو هر کدوم از اپراتورهای ودافون، آپتوس یا بقیه اپراتورها برید و با پرداخت مبالغ بین 50 تا $100 هر مدل گوشی رو که میخواید به صورت اقساطی استفاده کنید. لازم یادآوری کنم که 50 تا $100 حقوق تقریبا 1 ساعت کار برای مشاغل مختلف توی استرالیا.